است. آلی برادرای ما در لندن زندگی میکنه الحمدلله، آنقدر پابند دین است که هیچ پرسان نکنه، رابطهشان قطما هست و همو قسم واقعا حلی ظاهریشان هم قطما و شما فرق داره که ما را ببینه میفهمه که نه خود لندن زندگی نمیکنه. لیکن دیگه کمالات خیلی در هجرت موجود بود. شما به آمدن ناتو در افغانستان خفه نشوی، بگوی نشوی خفه. چرا؟ سایسته که یک عالم مصیبت بر ما آمد، لیکنی آمدن ما را بیدار ساخت یا نکرد؟ شما جوانا اینقدر تعلق و رابطه با قرآن نداشته از اول؟ شما در صدد راهیابی نبوده؟ خب آلی فرهنگ های مزخرف که تبلیغات زهراگینش قبلا شنیده بوده، فرفته و عاشق از یا بوده، با چشم سر دیده لمس کرده که یک دم چیز بگوی خرافات است، یک دم مصیبت است. آلی فهمیدیم که اسلام کدام دین است. ارزش صحت کی میه؟ که آدم مریض شود. ارزش روشنی کی است؟ که آدم در تاریکی زندگی بکنه. دو نفر خیلی زیاد بسیار اسلام برش لذت داره، یکی علامه اقبال لاهوری، یکی سید قطب رحمت الله علیهما، اردویشان. علامه اقبال لاهوری آدم صوفی بود، بس دیگه نمی خانقاه ها را مدح کنه دیگه چیز نبود. زمانی که در امریکا رفت وضعیت غرب دید، یک دم انقلاب در ذهنش پیدا شد، یک دم توجهش طرف آیات انقلابی قرآن شد و بعد از او فهمید که ای اسلام کدام طایفه از بین برده، چی چیز از بین برده. از او خاطر بعد از او اشعار انقلابی را شروع کرد. شعرهای از او خیلی پرمعناست، هست یا نیست؟ انسان یک دم در حرکت میاره. سید قطب رحمت الله علیه عالم برجسته بود، وقتی در امریکا رفت حالات مشاهده کرد، خلاهایی که در اون نظام موجود بود و اینجا اسلام و خلاها را پر میکرد، هر دو نظام ها با هم مقایسه شد. آلی ارزش اسلام پیشش چی شد؟ بسیار قوت پیدا کرد. حالی که در زندان برای کلمه لا اله الا الله جان میده. برای ما شما اسلام وقت اهمیت پیدا میکنه که یک کم وقت در تاریکیم تیر کنیم یا نه؟ یک کمی رنج ببینیم، ذلت ببینیم، بعد از او انسان بیدار و هوشیار میشه. یکی از عوامل بیداری ما اینمی گپاس. انشاءالله ما آینده درخشان در این ملت انشاءالله طمع دارم که الله آینده درخشان بده. درخشان جوانای ما این ملت های نمیتون رسوا و شرمنده از وطن ما برآید و در افغانستان نظام 100% اسلامی حاکم شود، کتاب الله و سنت رسول الله حاکم باشه، نه تنظیم پرستی باشه، نه مذهب پرستی، نه طریقه پرستی، نه قوم پرستی. یک نظام الله حاکم باشه. انشاءالله ای آمدنی است، این یاد داشته باشه. انشاءالله اگر ما پس رجوع به قرآن حدیث کردیم، این مردم هم تو رسوا شرمنده میره. چرا؟ قرآن برای ما درس میده. بنی اسرائیل وقتی در سر خوردن، زندگی ذلت دیدن، یک دفعه در جوش آمدن پیش پیغمبر. زمان مهدی نمیتور است. مهدی کدام کسی دیگه نیست. مهدی یک شخصی است از مادر تولد میشه، آدمی برجسته است، تقوای بیشتر داره، درایت بیشتر داره، سنجیدگی بیشتر داره. دمو موقع آدمی خیلی موزون برای قیادت کی می باشه؟ مهدی. مردم در گردش جمع میشه، مثل که بنی اسرائیل در گرد پیغمبر جمع شد، گفت قائد در کار داریم، شخصیتی در کار داریم که ما را سرپرستی کنه، قمانده کنه. مثل که حالا ما میگیم امیر کار داریم. چی کار داریم؟ یک امیر کار داریم که پس خلافت بیاید، یک طایفه برای خلافت بی ترگپا میزنه. صحیح است؟ این حالی ما به امیر کار داریم. اونجا به امیر ضرورت بود. معلوم شد هر جبهه و هر جهات ضرورت به امارت داره یا نداره؟ به امارت نمیشه.